سلام، روزتون بخیر. یکی از تجربیات مراجعینی که خشمشون نمیتونن کنترل بکنن و یهوی خشم انفجاری نشون میدن و امروز میخوام با شما در میون بذارم. خیلی از اونها به دلیل اینکه حالا یه وقتایی میتونه دلیلش دوست داشتن نفر مقابل باشه، یه وقتایی میخوان ناراحتش نکنن، میخوان حال رابطه تو لحظه عوض نشه یا واکنش بدی اون نفر مقابل بهشون نشون نده، این خشم‌های کوچولو رو پنهانش میکنن تا جمع میشه، یهو تبدیل میشه به یه آتش فشان. پس بنابراین راهش چیه؟ اینه که شما همون لحظه‌ای که ناراحت میشین، اگر خیلی خشمگین هستین، اجازه بدین یه تایمی بگذره، آروم بشین، اما حتما با اون نفری که ازش خشمگین شدین و ناراحت هستین، احساسی که نسبت به اون آدم و اون کارش دارین رو در میون